کده ها؟ کده دو ماه برابر ادم نویزم داری آها حالا کن نه بگیم بیا بعد جور کنه تو چه خیلی آدم بوده خیلی تو را میشه به بچه من بوده سلام احترامات خدمت همه شما بیننده های عزیز امیدوار هستم همگیتان جور و صحتمند و سر حال باشید بازم خوش آمدین به یکی از برنامه های دیگه ما امروز دوستای عزیز آمدیم به ولایت زیبای بامیان از زیباترین دره ولایت بامیان دره اجر یکی از زیباترین دره در ولسوالی در ولایت ببخشید در ولایت بامیان است امروز در برنامه انشالله ساحات طبیعی ولایت دره اجر را به شما عزیزان نشان خواهد دادیم و تا آخر بیننده ما باشید عزیزا قسمی که شما میبینین این دره بسیار یک دره زیبا و مقبول است نام اصلی دره به نام دره بابوری مشهور است ولی مردم برش دره اجر میگن امروز در این برنامه بخیر امو ساحات زیبا و دیدنی دره بابوری را به شما عزیزا نشان خواهد دادم و از مقبولی این دره که داره واقعیت بسیار ساحات طبیعی خاص را دارا می باشه قسمی که شما می بینین ما بخیر هدف داریم که در این دره داخل بریم و تا که چقدر راست داخل دره ایره دیگه ما هم نمیفهمیم چون بار اولی ماست که به این دره آمدیم و این دره را از نزدیک تماشا میکنیم شما همچنان دیگه تا آخر ما را بیننده باشین و از دره بابوری از تصاویرشان لذت ببرید عزیزا داخل دره شدیم و بخیر سفر ما همچنان ادامه داره این دیگه همو دروازهشان میگیم یا همو راهش است که بخیر تا میشیم به این دره زیبا واقعا جای بسیار خطرناک هم است زیاد تیز رفتن نمیتونه مردم چون شیرشوگی بسیار زیادی داره و قسمی که شما میبینین بسیار زیاد مردم به خاطر دیدن این دره آمده قدرمنان کو بالاخره ده اجر داری بین سیمی طرف کتا شدو واقعا اینجوری و خیلی سیمه ده سیمه خیستاب طبیعی منظری دی انشاءالله تمامی تراونه که برای خطا اجر داری خور خیستاب سیمه در وقت مطرفه مولیدون که بوشه هم پدی داره که هم دست کوک روانی است اینجا داری با کلی سیمی تصویردون کتا در وقت عزیزا ما بخیر روان هستیم طرف دره اجر از این نظر زیبا و جمیل شد
انشاءالله دیدار کنیم. تا آخری برنامه با ما باشین و از تصاویر زیبای دره عجب لذت ببرید. همینجا نمیشه اینجا نمیشه او سنسای هم لا بكرازين دوستان شما ببینید که واقعیت یک جای بسیار زیباست. در این اواخر بسیار زیاد گردشگران را با خود جلب کنید. الکس الکس جان ایسا دوستای عزیز بیام دیگه داخل دره عجب. واقعیت یک دره بسیار زیبا و دیدنی است که در اواخر بسیار زیاد از گردشگرای داخلی و خارجی رو با مناظر طبیعی که داره با خود جلب کرده و بالاخره امروز ما هم آمدیم که از این مناظر طبیعی دیدار کنیم و با شما عزیزان یک ویدیوی مقبول از این دره بگیرم. امیدوارم که برنامه ما خوشتان بیاید و عزیزایی که بیننده ما هستند خواهش ازشان میکنم که چینل ما را سابسکرایب کنه تا برایشان زیباترین مناظر افغانستان را تقدیم عزیزای بیننده بگردانم. ما دیگه سفر ما ادامه داره تا آخر دره عجب دیگه بخیر میریم و بسیار زیاد از دوستای دیگه ما آمده به خاطر دیدن این دره زیبای مخصوص. دوستا سفر ما به خیر ادامه داره تا که به آخر این دره برسیم. واقعیت که یک دره بسیار زیبا واقعیت سیری و خسته دره ده و دیری و تنگ دره ده.
ډېر زیات مزل مو وکړ، ستړي هم شولو او په ستړیا باندې ارزي. نو کله چې بامیان ولایت ته راتلئ د دې درې څخه حتما لیدنه وکړئ. یو څه ستړیا لري خو په ستړیا باندې ارزي. ډېرې ښایسته طبیعي سیمې لري لکه څرنګه چې تاسو لیدونکي یاستئ. د دوو غرونو په مابینځ کې ډېره یوه تنګه دره.
بالاخره بیننده های عزیز تقریبا 1 ساعت و زل کردیم تا که به آخرین نقطه دره خدا برسانیم. واقعیت یک دره بسیار زیباست. هیچ باورتان نمیشه که اینجا افغانستان باشه، ولی افغانستان است. باز افغانستان ولایت بامیان است که ساحات طبیعی بسیار زیبا داره و گردشگرای خارجی را باز به خود بسیار زیاد جلب کرده. باز بخیر تا آخرین نقطه خود میرسانیم. می‌بینیم که بسیار زیاد از هموطنان ما آمده به خاطر دید این ساحه. بسیار یک دره زیبا. به به. این دیگه آخرین سرحد دره اجر است و زیبایی های از این دره لذت ببرید. عزیزا، این بود برنامه امروزی ما که خدمت شما عزیزا تقدیم کردید. تا برنامه بعدی که من ابرار لطیفی به خدمت شما برمیگردم، شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز میسپارم. خداوند یار و نگهدارید.